بعد من با پسر همسن‌پایه‌مون دوست شدم تو ماشین به من شیشه تعارف کرد، من کشتار دیگه تمام لباسامو کنده بود، دشمن رو میزد، داشت میکشون سمت حیاط. اصحاب ساعت 4 صبح بود، پریدم دیدم یه مرد رو سرمه، یه آقایی بود و بابا من وایساده بود. گفتم چه خبری میده؟ بابام گفت چی، بذار یکم به دست بزنه به ما یه پولی بده. یه آشنایی بود مثلا من دستشویی تو اون تای مادر من راه نمیداد خونه، میگم مادر من و پدر من از خونه انداخته بیرون بودم. تجربه‌شی که نداشتم، ولی خب سختی‌هایی که از بچگی کشیدم تا الان میشه دوست ندارم هیچ. یعنی رفتارهایی که با من شده کاشکی تو زندگی من خیلیه، ولی به کاشکی ها نرسیدم. کاشکی نمیکشیدم، کاشکی نمیشد، کاشکی اون درد رو میکشیدم ولی اون دود رو نمیکشیدم، کاشکی مصرف نمیکردم، کاشکی زندگیم به هم نمیخورد، کاشکی بچه‌م جدا نمیشد از من، کاشکی بالاترین چیز دارم خودش از دست میدم. یه موقع که قمار باز میکردم میشستم بازی میکردم نداشتم، ولی خودم تحت اختیار یارو بودم دیگه. واسه یارو همه کار میکردم، هر کاری میگفت میکردم. به مورفین مثلا چیز میکردم میریختم توی پای بهم میدادم. خب حس میکردم دارم مثلا چرت میزنم، یعنی اهل چرت زدن نبودم، میرم حس میکردم دارم چرت میزنم. یا مثلا به خودم میمدم حس میکردم لباس که تو تنم الان اینو من پوشیدم حس میکردم در اومد از تنم دوباره تو تنمه. 23 سالشه، بچه رو ریشاش در منه. میگه ماما فقط اون سالایی که نبودی خیلی اذیت شدم، ماما خیلی اذیت شدم، ماما خیلی میفهمی یعنی چیه، خیلی اذیت شدم. اون لحظه‌ای که مادرم تموم کرد حداقل صداشو میشنیدم، حداقل اون لحظه‌ای که میگفتم مادر حلالم کن کنارش بودم. با اینکه کنارش بودم ولی صداشو نشنیدم، صدا اینکه بهم بگه دخترم حلالت کردم، برو حلالت کردم، بخشیدمت، اون هنوز حسرت تو دلمه. دیگه نمیخواستم زنده بمونم، گفتم اگه خودکشی کنم خب این کارو کنم رگمو بزنم نمیمیرم. قرص خوردم نمردم، سوزن کردم تو شکم خودم نمردم، رگ گردنم رو زدم نمردم. شاید بگم همه خودکشی ها خودم رو اعدام کردم نمردم، آتیش زدم باز نشد. احساس میکنم خدا یه هدفی برای من گذاشته کنار که اون حس مادرانه رو حس کنم، یه بار دیگه با آغوش بگیرمش، یه بار دیگه از ته دل بوش کنم، از ته دل بغلش کنم، از ته وجودم حسش کنم.